بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، قطعا همه من و شما دوستانی رو داریم که بر پایه ایمان و محبتی که با الله متعال داریم دوستانی رو برای خودمون هم انتخاب کردیم. جالب اینجا هست که بسیاری از دوستانی رو که پیرامون من و شما هستند شاید حتی برای یک بار هم به اونها اعلام نکردیم که ما شما را دوست داریم، محبوب من هستید، در قلب من هستید. این یک وظیفه شرعی هست، یک وظیفه دینی هست و یک راهکاری هست برای تثبیت محبت، برای ماندگار بودن محبت. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما دستور داده که کسانی را که شما دوست دارید به آنها اعلام بکنید که فلانی من شما را دوست دارم. در روایتی هست از حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله تعالی عنه که نقل می کند از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که ایشان فرمودند اذا احب احدکم اخاه فلیعلمه ایاه. هرگاه شما یک برادر مسلمانی را برای خودتان دوست گرفتید، با اون محبت را داشتید، اعلام بکنید که فلانی من تو را دوست دارم. این روایتی هست در سنن ترمذی و روایت 1950 و در روایت دیگر هست از حضرت انس رضی الله تعالی عنه که نقل می کند روزی ما در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم. یک مردی از کنار مجلس رد شد. یکی از افرادی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودند به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم عرض کردم که یا رسول الله من این فرد را دوست دارم، محبوب من هست، خیلی بهش علاقه دارم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که آیا بهش گفتی، اعلام کردی بهش که او را دوست داری؟ میداند که تو او را دوست داری؟ گفت که نه یا رسول الله، من تا حالا اعلام نکردم، بهش نگفتم که من تو را در واقع دوست دارم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بلند بشو و به اون اعلام بکن، برو بهش خبر بده که فلانی من تو را دوست دارم. اون مرد بلند شد، اون فردی را که رهگذر بود رفت به اون رسید و گفت که فلانی من تو را به خاطر الله دوست دارم، اعلام محبت به خاطر الله متعال. فلانی من تو را به خاطر الله دوست دارم، چون که انسان نیکی هستی، انسان متقی و وارسته هستی، محبت تو در قلب من هست. اون فرد هم در جوابش گفت که احبک الله الذی احببتنی له، احبک الله الذی احببتنی له. همان خدایی که به خاطر او مرا دوست داری، همان خدا تو را هم دوست بدارد. این در واقع یکی از آداب محبت و دوستی هست. هر کسی که با یک انسانی دوستی و محبت دارد برود به اون اعلام بکند که فلانی من تو را دوست دارم. و وقتی که کسی به شما ابراز محبت کرد و گفت که من شما را دوست دارم، شما هم در مقابل همین دعا را برایش بخوانید، احبک الله الذی احببتنی له. همان خدایی که، همان پروردگار و اللهی که تو به خاطر او مرا دوست داشتی، همان الله و همان پروردگار تو را هم دوست داشته باشد. به امید این که الله متعال همه من و شما را دوست بدارد و من و شما محبوبان الله متعال باشیم و محبت الله متعال در قلب من و شما باشد، تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.